درود بر ایران و ایرانی. شنونده اپیزود 6 رادیو اسپرسو هستید با خانداداش. تو این اپیزود میخوایم داستان جالبی رو در مورد کمک کردن به دیگران مرور کنیم و در انتها هم چند کلمه ای رو میخوام باهاتون گپ بزنم. پس با من باشید با اپیزود 6 داستان خونه آجری و کمک نابجا. چند روزی بود که غمگین بودم و زیاد حوصله بازی نداشتم. بیشتر وقتم رو در حیاط خونه و کنار باغچه می‌گذروندم. با اینکه گاهی بچه‌ها در خونم رو می‌زدن که بریم و تو کوچه با هم بازی کنیم، زیاد تمایلی نداشتم. خیلی حوصله کسی رو نداشتم. آقا بزرگ که متوجه شده بود، اومد کنارم و گفت چیزی شده پسر؟ گرفته به نظر میای. گفتم نه چیزی نیست، درست میشه. آقا بزرگ پشتش رو به من کرد و در حال برگشتن به داخل خونه گفت هر موقع آماده بودی که راجبش صحبت کنی بیا به اتاقم. شب که شد حس کردم بهتره با آقا بزرگ صحبت کنم. حداقل خودم رو خالی کنم و از این کلافگی در بیام. پس یکم میوه برداشتم و رفتم به اتاقش. وقتی من رو دید رادیوش رو خاموش کرد و گفت بیا تو و اون در رو هم پشت سرت ببند. نشستم کنار تختش و سرم پایین بود. نمیدونستم از کجا و چطوری شروع کنم. آقا بزرگ گفت خب بگو ببینم چی این مرد جوان رو به هم ریخته؟ گفتم از رضا دوستم خیلی ناراحتم. من در طول سال بهش کلی کمک کردم. توی درساش حتی پیک نوروزیش رو چون مسافرت رفته بود و نتونسته بود کار کنه براش انجام دادم. آقا بزرگ گفت خب. گفتم چند روز پیش که ازش خواستم تو درست کردن روزنامه دیواری که برای کلاس باید درست میکردیم کمکم کنه، گفت وقت نداره و حتی حاضر نشد روزنامه دیواری خودش رو نشونم بده که من ایده بگیرم. این بیشتر عذابم میده که یه شب به خاطرش مجبور شدم تا صبح بیدار بمونم و صبحش که خواب مونده بودم دیر رسیدم به مدرسه و کلی از ناظم ترکه خوردم ولی دم نزدم. آقا بزرگ کمی سکوت کرد. بعد گفت کمک کردن خیلی خوبه اما یادت باشه که حد و حدودی داره. گفت یادت باشه که این خیلی بهتره تو برای خودت خونه بسازی و به کسی که کمک نیاز داره پناه بدی تا اینکه از آجرای خونه خودت بهش بدی که بعد خودت خونه نیمه تموم داشته باشی و بلا استفاده. گفت یادت باشه همیشه خودت و خانوادت باید ردیف باشن که توان کمک به دیگران رو داشته باشی. هیچ وقت از خودت نکن که کسی رو سیراب کنی. همه ما امروز در حال جنگ و تلاش هستیم برای آزادی خاکمون. اما یادمون باشه که باید حواسمون به خودمون و خانواده‌مون هم باشه. یادمون باشه که باید حال خودمون خوب باشه که بتونیم تا آخرش کنار هم باشیم.
یادمون باشه که برای آزادی ایران اول خودمون باید خونمون رو بسازیم. خب حالا گوش کنید چون میخوام از دل خودتون برای خودتون بگم. منم مثل خیلیای دیگه از تنهایی میترسیدم. منم از نبود آدم‌ها درد میکشیدم. حتی گاهی بودن کنارم و باز هم تنها بودم. تا اینکه یک روز یکی بهم حرفی زد که زندگی منو عوض کرد. گفت تو اگه احساس تنهایی میکنی دلیلش تنها بودنت نیست. احساس تنهایی میکنی چون با خودت در صلح نیستی. احساس تنهایی میکنی چون خودت رو دوست نداری. احساس تنهایی میکنی چون باور کرده بودی که باید یکی باشه که تو رو تکمیل کنه. اما اینطوری نیست. تو احساس تنهایی میکنی چون خودت رو با دیگران مقایسه میکنی ولی مجبور نیستی. احساس تنهایی میکنی چون هنوز به این باور نرسیدی که چه هدفهای قشنگی تو زندگیت هست. تو احساس تنهایی میکنی چون به تنها چیزی که فکر میکنی اینه که چی نداری. کمی فکر کن. ببین تا امروز تمام هم و غمت رو گذاشته بودی تا دیگران شاد باشن، تا دیگران تنها نباشن، تا دیگران گرفتار نباشن، تا به دیگران خدمت کنی، دیگران رو دوست داشته باشی. پس خودت کجای این قصه هستی؟ پیش دیگران و برای دیگران تنها نیستی ولی پیش خودت تنهایی چون یادت رفته بهترین رفیقت خودتی، کسی که هیچ وقت دوستش نداشتی. تنهایی رو دوست نداری چون خودت برات غریبه شده، چون خودت رو تو این دنیا بازی نکردی. اینو بدون، اگه خودت باشی و زندگی خودت رو بکنی، اونایی که برای خود تو ارزش قائلن پیداشون میشه. روزی که شروع کردی به بودن خودت میبینی که چطوری انرژی تمام وجودت رو میگیره و دیگه جایی برای تلخی و تاریکی نمیمونه. به قول یکی، تو هیچ وقت تنها نخواهی بود اگر کسی رو که وقتی تنهایی کنارته و باهاته دوست داشته باشی. آره، خودت. پس به جای فکر کردن به رفقای رفته از کنارت، عشق بورز به رفیق خودت، به رفیق درونت. هموطنم، پاره تنم. اگه امروز یاد بگیریم که خودمون رو دوست داشته باشیم، کار تمومه. وقتی خودمون رو دوست داشته باشیم یعنی وطنمون رو دوست داریم و برای آرامش وطن و خودمون می جنگیم تا آزاد بشه. امیدوارم به زودی کنار هم تو ایران آزاد بدون نقاب بتونیم دیگه خودمون باشیم. آزاد. پاینده ایران.